همکاراتو شستی؟ یکی از اونا چند وقت پیش فوت کرد، خودم شستمش. حتما تو شستن اون بیشتر دقت کردی و اونو بهتر از بقیه شستی. نه، برام فرقی نمی کرد، اونم مثل دیگران شستن. به نظرت مرده ها با هم فرقی هم دارن؟ از چهرهشون میشه فهمید چجور آدمایی بودن؟ بعضیاشون صورتشون خیلی نورانیه، پیش خودم فکر میکنم حتما خیلی آدمای خوبی بودن که انقدر نورانیه. بعضی هم خیلی خوشرو هستن. اگه کسی بمیره و اطرافیانت که ندونن شغل تو چیه اونو بیارن چی کار میکنی؟ ناراحت میشم. خودتو پنهون میکنی؟ نه، ولی از این که متوجه شدن کارم چیه ناراحت میشم. هیچ وقت شده با شوهرت دعوات بشه و اون به خاطر شغل تو رو سرزنش بکنه؟ بله، یه بار با من دعوا کرد و به بچه هام گفت که مادرتون مرده شوره. از این حرفش خیلی ناراحت شدم و بهش گفتم به بچه هامون بگو مادرتون زحمت کشه. از کلمه مرده شور بدت میاد؟ نه، بدم نمیاد، ولی برای مردم جا نیفتاده. اونا شغل ما رو پسترین کار حساب میکنن و کار ما براشون جا نیفتاده، ولی برای خودم دیگه عادی شده. کدوم مرگ به نظرت خیلی سخته؟ مرگ مادر. کدوم مرگی که خیلی با گریه و ناراحتی و بیتابی همراهه؟ مرگ فرزنده. کدوم مرگ عادیه؟ مرگ مادر شوهر. جدی میگی؟ بله، واقعیت باید گفت. در این مورد خاطره هم داری؟ یه عروسی اومده بود که ما در حال شستن مادر شوهرش بودیم. میخندید و انگار تو دلش پسته میشکستن. بهش گفتم نخند، از اینجا برو که یه روزی هم نوبت خودت میشه. خودت مادر شوهر داری؟ نه، من وقتی ازدواج کردم مادر شوهر نداشتم. به نظرت مرده ها ترسناکترن یا زنده ها؟ زنده ها. مرده ها که جونی ندارن تا خطری داشته باشن. این زنده است که هر کاری میکنه. اگه شب ناچار بشی میون مرده ها بخوابی نمیترسی؟ اگه 100 تا جنازه هم باشه وحشت نمیکنه. به نظرت زیباترین گل کدوم گله؟ هیچ گلی مثل فرزند زیبا نیست. بزرگترین قصه هر کسی به نظرت چی میتونه باشه؟ داشتن اولاد بد. چه غذایی رو دوست داری؟ فسنجون. چه غذایی رو خوشمزه میپزی؟ من 14 ساله که دیگه غذا نمیپزم. چرا؟ فکر میکنم هیچ کس دوست نداره از دست کسی که مرده شوره غذا بخوره. وقتی دامادم به خونمون میاد و دخترم میگه که مامان برات این غذا رو پخته، دعواش میکنم. شاید دامادم دلش نکشه که از دست پخت یک مرده شور بخوره. چرا اینطوری فکر میکنی؟ مگه کسی به تو در این مورد حرفی هم زده؟ نه، کسی حرفی نزده، ولی رفتارشون نشون میده. فکر نمی کنی که خیلی حساس شدی؟ نمیدونم، دخترم هم میگه حساس شدم. از وقتی که این کارو میکنی اخلاقت عوض نشده؟ چرا عوض شده؟ رفتارم عوض شده. کمتر رفت آمد میکنم، خودم از همه کنار میکشم. از این که میبینم زنا دور هم میشینن و حرف دیگرانو میزنن خوشم نمیاد. به نظر تو چه فرقی بین کار تو با کسیه که مثلا تو آسایشگاه کار میکنه؟ فرق میون مرگ و زندگیه. مرگ یعنی چی؟ مرگ مثل خوابه. هر کسی خوب باشه براش آسونه، گرم اعمال کسی بد باشه سخت جون میده. چه تعریفی از زندگی داری؟ خب یه سوال دیگه، چه آرزویی داری؟ خوشبختی بچه ها. چند سال باید کار کنی تا بازنشسته بشی؟ ما به 55 سالگی که برسیم بازنشسته میشیم. شغل شما جزو مشاغل سخت و زیان آوره؟ بله، کار ما سنگینه. تو باید 7 سال دیگه کار کنی تا بازنشسته بشی؟ عمر من کفاف نمیده. زندگی یعنی چی؟ رفتار خوب کردن. میدونی تا حالا چند تا مرده شستی؟ نه، نشمردم، این کار برام جالب نبوده. کارت رو اشتهاد موقع نهار تاثیرم میذاره؟ نه. بیشترین حرفی که با همکارانت میزنی در چه موردیه؟ خودمون یا یه مرده‌ای به خصوصی؟
بیشترین جمله‌ای که از همراهان مرده میشنوی چیه؟ خوب بود، حیف بود، جوون بود. اون 6 دختری که تو دریاچه پارک شرق غرق شده بودند و شما شستین؟ بله، خیلی هم ناراحت شدم. خب منم بچه دارم، خواهر برادر دارم، خیلی دلم سوخت. اصلا مگه میشه ناراحت نشد؟ کدوم مرگ تو ذهنت مونده و یادت میاد؟ یه دفعه یه بچه 5-6 ساله بود، تنها بچه خانواده که از ناراحتی قلبی مرده بود. خیلی به دل آدم میشست. یه دفعه هم یه پیرزنی بود که اونقدر نورانی بود که 4 بار شستمش. این قضیه مربوط 7-8 سال پیشه ولی هنوز یادم مونده. چقدر تعطیلی دارین؟ کار ما تعطیلی نداره. گاهی مرخصی میگیریم، گاهی هم به ما استراحت میدن. چند نفرین؟ 16 نفر. جوانترینتون چند ساله است؟ 30 ساله. با سابقه ترینتون؟ تازگی یه خانومی بازنشسته شد که 26 سال سابقه کار داشت. تلخترین خاطرت چیه؟ از تصادف یه اتوبوس تو ولنجکه که حدود 20 دختر دانش آموز و نوجوان توش بودن. فکر میکنم 9 سال پیش بود. این تبدیل به تلخترین خاطرم شده. خاطره شیرینی هم داری؟ نه، اینجا شیرینی نیست. پیام مرگ شیرین نیست. در زندگی چی؟ بهترین خاطره من همین صحبت با شماست. دوست داشتی پرنده باشی و از اینجا پر میکشیدی؟ کسی که دلش پر از غمه هر جا که بره همونه، چه پرنده باشه چه نه. غم تو چیه؟ زیاده، زیاد. اسم تو به من نگفتی. هر اسمی دوست داشتی بنویس و منو با اون صدا کن. گل گلدون من شکست در باد، تو بیا تا دلم نکرده فریاد. گل شب دیگه شبونه میده، کی گل شب رو از شاخه چیده. گوشه آسمون پر رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب. اگه باد از سر زلف تو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل خاک. گل گلدون من، ماه حیوون من، از تو تنها شدم چو ماهی از آب. گل هر آرزو رفته از رنگ و بو، من شدم رو